تصاویر تازه از ازدواج عالی انصاری با حسام فرزان و شوخی‌های باور نکردنی عالی انصاری با حسام فرزان که اصلا باورتان نمی شود. عالی انصاری و حسام فرزان در کدام کشور عروسی کردند؟ افشای حقایق و رازهای بزرگ زندگی عالی انصاری فاش شده است. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم و یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. عالی انصاری یکی از هنرمندان خوش صدای افغان که این روزها نامش در میان هنرمندان افغانستان گل کرده است. عالی انصاری علاقه فراوانی به سرودن آهنگ‌های دوگانه با هنرمندان افغانی و پاکستانی داشته است. عالی تاکنون بیشتر آهنگ‌هایش با عمر زاخر، بلال اکبری، لیلا خان، حسام فرزان و دیگر هنرمندان جوان کشور بوده است. ولی رفتار عاشقانه عالی انصاری با حسام فرزان همیشه برایش باعث دردسر شده است. تازه ترین تصاویر نشر شده عالی انصاری با حسام فرزان که وی در یک آهنگ با حسام فرزان نقش بازی کرده است، دوباره نام این دو جوان را در صفحات مجازی شهره کرده است و دوستداران و طرفداران این دو هنرمند پیوند نامزدیشان را تبریکی دادند. ولی تاکنون عالی انصاری و حسام فرزان درباره حقیقت این ماجرا ابراز نظر نکردند. ولی عالی انصاری ازدواج کرده بود، اکنون از شوهرش جدا است. وی رفت آمدهای بیشماری به کشور کانادا برای دیدار حسام فرزان می کند. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و خوشبختی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقه‌مندان عالی انصاری و حسام فرزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای هر یک از شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درود دیگر، امیتان را به لای منان سپرده، موفق و کامگار باشید.